وقتی راجع به حس خوب و اینکه حال خوب داشته باشیم صحبت میشه، خیلیا شاید گارد بگیرن نسبت به این حرف یا خیلیا نفهمنش، درکش نکنن. خودم جزو این افراد بودم. شاید اگر تو اکسپلور یا جایی که میگشتم میدیدم حرف از انرژی مثبت و حال خوب میزدن، درک نمیکردم و میرفتم، رد میشدم ازش. میخوام بهت بگم، ببین، اگر آگاهی که دارم ازش حرف میزنم رو تو زندگیت تمرین کنی و تکرارش کنی، جزو اون دسته افرادی میشی که این آگاهی و حال خوب رو نشر میدی. اگر این کار رو انجام بدی، تو هر لحظه از زندگی، تو تمام شرایط حالت خوبه. هر اتفاقی بیفته حالت خوبه. چرا؟ چون تو آگاهانه یک کاری رو انجام میدی، یک روتین رو تو زندگیت انتخاب کردی که باعث میشه تو حالت خوب باشه و به همه حال خوب بدی. به هیچ کس اجازه نمیدی حالتو بد کنه. هر حرفی رو بهت بزنن تو قدرت داری، قوی هستی. راه داره، تمرین داره، تکرار داره، تکنیک داره. میخوام بهت بگم، با انجام دادن یه سری روتین، یک سری کارها، میتونی به اون چیزی که دلت میخواد تو زندگی برسی. چیزی که ما دلمون میخواد نه پوله، نه کسب و کاره، نه اینا همش بیرونیه. میبینیم یه وقته یه کفش فوق‌العاده دلمون میخواد، وقتی میخریمش میبینیم تموم شد. اون احساس رفت. یه ماشین دلمون میخواد، وقتی میگیریمش میبینیم تموم شد. میبینیم لباسایی که دوست داریم و میخریم ولی باز راضی نیستیم، چون اینا همش بیرونیه. اینا لذتن، شادی نیستن. ولی اگر طبیعت بری، یه شادی بهت میده که دلت میخواد دوباره تکرار شه و بازم تکرار میشه. شادی اون چیزایی هستن که درونی اتفاق میفته. وقتی ورزش میکنی یه حس رضایت عمیق به دست میده که دلت میخواد دوباره تکرار شه و هر بار که انجامش میدی اون ذوق تو اتفاق میفته، اون شوق تو اتفاق میفته. وقتی میبخشی از زمانت، از پولت، از هر چیزی که تو زندگی داری که قابل بخشیدنه، میبینی که دلت میخواد تکرارش کنی. اگر شرطی نباشه، اگر با قول و قراری نباشه، اگر به یک بهونه این کار انجام ندی، میبینی که دلت میخواد هر بار انجامش بدی، ذوق میکنی براش. اینا همش دلیل اینه که همه این احساسات درونی هن. ما برای اینا زاده شدیم. اگر احساسات درونی که باعث ایجاد شوق و شادی در ما میشن رو پیدا کنیم، بدونیم از چه راهی باعث میشه که ما شاد شیم، باعث میشه ما به اون حال خوبی که براش به این دنیا اومدیم برسیم، میبینی که همه اونها دلت میخواد بیشتر و بیشتر تکرار شه و اگر بدونی دلت میخواد همیشه اون کارا رو انجام بدی. غیر از این نیست که ما برای اینها به این دنیا اومدیم. بارها و بارها راجع به مدیتیشن کردن صحبت کردم، بارها و بارها راجع به ورزش کردن، راجع به اینکه شادی، آرامش، حس خوب، آزادی، همه اینا رو تو زندگی تجربه کنیم. هر روز میتونیم این کار انجام بدیم. تمام تلاشت باید این باشه. چشم باز کردی، بیدار شدم امروز صبح، چی کار کنم حالم خوب شه؟ چی کار کنم که امروز انرژیم بیاد بالا؟ عشق بدی. نزدیکترین آدمای دورت. چی داری؟ پول داری؟ ببخش. پول خیلی راحته بخشیدنش. چیزایی که خیلی سخته، لبخند. خیلی سخته. چند وقت پیش داشتم با خواهرزادم صحبت میکردم و بهم گفت 3 آرزوی بزرگی که داری چیه؟ فکر میکنی خیلی خوشحالت میکنه، خیلی حالتو خوب میکنه، چیه؟ تا برم حرف بزنم گفت شادی درونی و اینکه بخوای ورزش کنی یا ببخشی، اینا نه، اینا سخته، چیزای راحت تر. من تا قبل از اون فکر میکردم اینا خیلی راحته. تا قبل از اینکه این حرف رو بهم بزنه فکر میکردم خیلی راحته رسیدم بهش. فکر میکردم رسیدم به حال خوب و شادی فقط یه تصمیمه و دیدم مثل اینکه خیلی سخت‌تر از این حرفاست. خدا رو شکر میکنم که این اتفاق برای من رقم خورد. تو این مسیر قرار بگیرم، این آگاهی به من داده شد. من یه تصمیم گرفتم. یه روزی که واقعا حالم بد بود، یه روزی که از شغلم، از بیماری، از هر چیزی تو زندگیم ناراضی بودم. هر چیزی که تو زندگی داشت اتفاق میافتاد ناراضی بودم. شغلم، کاسبیم به هم ریخته بود، ناراضی بودم. با دوستان به مشکل خورده بودم، ناراضی بودم. بیماری تمام وجودم رو گرفته بود. همه اینها یه روزی، یک جایی تو قبل از سن 30 سالگی، تقریبا تو سن 30 سالگی، یهو به من یه آسیب جدی زد. همونجا باعث شد یه تغییر اساسی تو من شکل بگیره. یهو گفتم من میخوام همه چی عوض شه. چیزی که من میخوام این نیست. اضافه وزن، بیماری، همه چیز داره اذیتم میکنه. یهو مسیر باز شد. وقتی که میخوای مسیر باز میشه، به تو راه داده میشه، به تو راه نشون داده میشه و بهت میگن کجا باید قدم برداری. همونجا تغییر شروع شد. کتاب برای من معجزه بود. واقعا معجزه کرد.
آموزش دیدن برای من معجزه کرد. میخوام بگم اگر توی همچین شرایطی که من هستی، نمیگم یه شبه، نمیگم 5 روز، نمیگم 1 ماه، اصلا بهش زمان نمیدم. شاید برای هر کدوممون متفاوت باشه. برای من شاید 1 سال زمان برد، برای واسه شما شاید کمتر. واسه هر کی متفاوته، بسته به درک و آگاهی آدم هست. واسه هر کی متفاوته. ولی شروع کن، استارت بزن، تصمیم بگیر فقط برای رسیدن به موفقیتی که برای خودمونه. من میخوام آدم مهمی برای خودم بشم، نه در مقایسه با دیگران. من نمیخوام شبیه به کسی بشم، میخوام شبیه به اون کسی بشم که تو 10 سال آینده دیدمش. من به صورت واضح دیدمش. من راجبش با هیچ کسی حرف نمیزنم. با هیچ کس راجب اون 10 سال آینده حرف نمیزنم، چون حرف بزنم تموم شد، تخریب شد، خراب شد. با هیچ کس. فقط باید بشینی برای خودت اون 5 سال 10 سال آینده تو برنامه‌ریزی کنی، ببینیش و به سمت شرکت میکنی. راه بهت داده میشه، راه نشون داده میشه. 2 شعره که زندگی منو تغییر داد. یکی اینی که ای که مرا خوانده ای راه نشانم بده، در شب ظلمانیم ماه نشانم بده. یوسف مصری ز چاه گشت چنان پادشاه، گر که طریقی بود چاه نشانم بده. اینا خیلی به من احساس آرامش میده. این شعر همیشه حال منو خوب کرد. اگر چالشی تو زندگیم به وجود می اومد، میگفتم قطعا این چالش منو به هدفم میرسونه. چرا؟ چون حضرت یوسف افتاد تو چاه، آخرش هم شد پادشاه. پس همه چاه‌ها و چاله‌هایی که تو زندگیمون اتفاق میفته که اسمشو میذاریم مشکل، که من بهش میگم چالش، همه اینها باعث میشه که ما رشد کنیم. غیر از این نیست. شاید اون لحظه درد داشته باشیم، شاید اون لحظه غم بگیره و حس بد پیدا کنیم، ولی مطمئن باش تهش خیره. یک جمله از استادم همیشه آویزه گوشم بود: هر چیزی که اتفاق میفته به نفع ماست.